اسم من دروپروپاتیه و اهل هندم. میخوام براتون یه تجربه‌ای رو تعریف کنم که هنوزم مو به تنم سیخ میکنه. اتفاقی که توی ساحل دومس برام افتاد. ساحل دومس توی شهر سورات همیشه پر از رمز و راز بوده. یه جایی که مردم میگن جن زده است. سالهاست داستانهای زیادی درباره صداهای عجیب، سایه‌های گم شده و آدم‌هایی که شب‌ها وسط شنها پرسه میزنن بین مردم میچرخه. من همیشه آدم کنجکاوی بودم ولی هیچ وقت باورم نمیشد همچین چیزایی واقعا وجود داشته باشه، تا اون شب که همه چیز عوض شد. اون شب یه آخر هفته خاص بود و من و دوستام بعد از غروب رفتیم تو ساحل یه دوری بزنیم. شنیده بودیم مردم میگن شبها روح‌های ناآروم اونجا میگردن. بعضیا هم ناپدید میشن یا مه غلیظی میاد و دیگه دیده نمیشن. ولی ما فقط بهش میخندیدیم. گفتیم اینا همش حرفه، افسانه‌های محلیه برای اینکه مردم شب نرن اونجا. داشتیم قدم میزدیم. تنها صدایی که میومد صدای موج‌ها بود و پژواک حرفای خودمون تو اون سکوت. یهو یه باد سرد و تند وزید، انقدر سرد بود تا مغزمون رفت. یکی از دوستام شوخی کرد و گفت شاید یکی از روحاست. ولی هنوز خندمون تمام نشده بود که یه صدای نجوا شنیدیم، خیلی آهسته، انگار یکی درست پشت سرمون زیر لب داره یه چیزی میگه. همه وایسادیم، گوشامون تیز شد، اطراف رو نگاه کردیم ولی هیچ کس نبود. ساحل خالی خالی بود. من گفتم لابد باد بوده، ولی یه حسی ته دلم میگفت یه چیزی درست نیست. یادم افتاد شنیده بودم اینجا قبلا قبرستون هندوها بوده، شاید هم روحای اونها هنوز آرامششون رو پیدا نکرده بودن. هرچی جلوتر می رفتیم چراغ قوام شروع کرد به چشمک زدن و یه مه زخیم و عجیب از راه رسید، مهی غلیظتر از هرچی قبلا دیده بودم. ناگهان یکی از دوستام نفسش برید و با وحشت به زمین اشاره کرد. جلوی پامون روی شنها رد پاهایی ظاهر می شد، یکی یکی، انگار یه آدم نامری داشت مستقیم به سمت ما می اومد. هممون وحشت زده شدیم. یکی از بچه ها گفت بیایید همین الان از اینجا بریم. منم واقعا میخواستم برم، ولی یه لحظه، نمیدونم از سر کنجکاوی بود یا یه چی، وایستادم و نگاه کردم. رد پاها داشتن نزدیکتر می شدن، قدم به قدم، انگار یه هدفی داشتن. و همون موقع فقط برای یه ثانیه من اونو دیدمش. یه سایه انسانی با چشمای خالی و سیاه که مستقیم زل زده بود به من. نگاهش پر از خشم نبود، یه چیز دیگه بود، ترکیبی از غم و هشدار. قلبم داشت از سینه میزد بیرون. عقب پریدم و بعد هممون با وحشت دویدیم سمت خروجی. در حالی که میدویدیم صدای نجواها رو میشنیدیم که دنبالمون میومدن. صداشون بلندتر و نزدیکتر میشد، انگار یه نفر یا یه چیزی دنبالمون بود. رسیدیم به ورودی ساحل که نور چراغ خیابون افتاد رومون. جرأت کردیم برگردیم عقب رو نگاه کنیم. مه تقریبا از بین رفته بود. ساحل دوباره آروم و بی صدا به نظر می رسید، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. از اون شب به بعد دیگه هیچ وقت پام رو توی ساحل دومس نذاشتم.